شفاف با آقای موشکاف، با آقای موشکاف. سلام به همگی. موشکاف میخواد امروز ذره بینشو از جام زهر هسته‌ای و منطقه‌ای برداره و یه نگاه مختصر به جام زهر اجتماعی بندازه. این یکی دیگه خیلی زهره، یعنی وقتی راه بیفته دلارام و دلواپس و به یه اندازه میسوزونه، بعد جوری هم میسوزونه. ببینید این روزا از مجلس وحوش چه سر و صداهایی بلنده. چرا اینقدر به مردم استان چهارمحال و بختیاری ظلم میکنید؟ شغلی که ایجاد نکرده اید. چرا میخواهید 30,000 نفر را از زندگی کردن بیندازید؟ قطعا مردم مظلوم ما از حقوقشان که قانونی است کوتاه نخواهند آمد. چرا چندگانه برخورد میکنید؟ تا کنون این همه ظلم به مردم ما در هیچ دولتی که الان میشود نشده. بیکاری، عدم اشتغال مولد، تعطیلی بعضی کارخانه ها، ناهماهنگی در خصوص مسائل بانکی، تعطیلی پروژه های بالاتر از 50%، مسائل اجتماعی بسیاری به وجود آورده. مردم از این وضعیت ناراضی‌اند. بله درسته، این صدای ترق و تروق استخونای نظام ولایته که از تو مجلس وحوش بلند شده. بحثش از جنگ و دعوای باندی و این حرفا هم گذشته. قضیه همون انبار باروت و اوضاع انفجاری جامعه است. ترس از این انفجار بالا تا پایین نظامو گرفته. حالا دیگه علت اصلی همه دلواپسی‌ها و نگرانی‌های آخوندا روشن شده. مشکلات عمده‌ای در کشور همه را نگران کرده است. فقر در جامعه تشدید یافته و زندگی برای قشر عظیمی از مردم سخت گردیده است. امروز فردا کردن و سال را به سال دیگر موکول کردن دردی را از فقرا درمان نمی کند. طبق برآورد کارشناسان فقط 10 میلیون نفر در زندگی آرام و بدون نگرانی اضطراب زندگی می کنند. اینجاست که دوریالی موشکاف میفته و میفهمه که علت اون لرزه های پیشا زهرخوری واسه چی بوده. بله، تازه بدبختی های عظما تو دوره پسا زهرخوری شروع شده. دلواپس و دلارامم نمیشناسه، همشون به دست و پا افتادن. بی تردید بزرگترین مشکلی که امروز کشور رو تهدید میکنه بیکاریه. 6 میلیون بیکار ایها الناس، 6 میلیون بیکار امروز همه نگاه ها رو به ارکان و قدرت یعنی قوای مقننه و مجریه حتی قضاییه دوختن. بیکاری و بیمعیشتی بزرگترین مشکلی که امروز جامعه ما باش روبروه. جوانهای ما دست گل دارن در عنفوان جوانی پرپر میشن. هیچ کس یه استراتژی اشتغال تو کشور تعریف نمیکنه. آخه کله عمام پیچ آخوندهای ماقبل تاریخ رو چه به تعریف استراتژی. اینا سگ و سیله‌های همون خمینی هستن که میگفت اقتصاد مال خره. جز چپاول و دزدی و مال مردم خوری هیچ کار دیگه هم بلد نیستن. دلواپسا دنبال قاچاقن و دلاراما دنبال جیب غربیا. اونا میگن بزنیم بره، جفتشون ول مطلن. حالا دیگه کیهان شریعت دداری هم روی آرزوهای دوغکی باند کوسه انگشت گذاشته و پنبهشو اینجوری زده. آنها خود بهتر از هر کسی میدانند که توهم بزرگ گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای کارکرد انتخاباتی داشت و اکنون در نیمه راه دولت نه کارنامه مقبولی به دست آمده نه چشمانداز معقولی دیده می شود. آیا در عالم واقع غربی ها در صف و نوبت حضور و سرمایه گذاری در ایرانند؟ آیا باید این دروغ را باور کنیم؟ نه، نمیخواد این دروغ رو باور کنی. به جاش حرف موشکاف رو باور کن که حرف آخره. بله، شمارش معکوس شروع شده. شوخی بردارم نیست. وقت بازی تموم شده. با بمب ساعتی نمیشه بازی کرد. خلاصه این که این تو بمیری از اون تو بمیریاست. اینو به ولی فقیه بگید، اگرچه خودش بهتر از موشکاف میدونه. بحثای
موشکافان